یکی از علامات بزرگ قیامت خورشید از مغرب طلوع میکنه. علامات بزرگ قیامت پشت سر هم میاد. یکیش مسیح دجاله، یکیش یعجوج و معجوجه، یکی دابت الارض، یک حیوان بزرگی از کوه صفا در میاد و همه مردم رو میلیسه. کسی نمیتونه اونو بکشه و با همه مردم تماس میگیره. تو پیشانیش نوشته میشه کافر یا مسلمان. سر یه سفره نشستن، تو پیشانی پدر نوشته کافر، تو پیشانی مادر نوشته مؤمن مسلمان، چون در توبه دیگه بسته شده. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند بدترین شری و خطرناکترین شری که امت منو تهدید میکنه دجاله. میگه اگر اون روزی که بیرون و کل دنیا میره 40 روز در دنیا میمونه، سرعتش مثل سرعت ابر که باد پشتشه. میگه من خدام قدرت نمایی میکنه، به زمین میگه هرچی درخت داری بوته داری برویان، به آسمان میگه ببار میباره، آدم میکشه از وسط دو نصف میکنه، دوباره زنده میکنه. یک دستش بهشت تو یک دستش جهنمه. ولی اون دروغگوست یک چشم بیشتر نداره، یک چشم دیگهش گوشته. تو هر شهر و روستا و کشوری و ملکی میره، به جز در مکه و مدینه نمیتونه وارد بشه. در اون روز فرشتگان شمشیر به دست از مکه و مدینه حراست میکنن. اگر یک قدم نزدیک بشه تکه تکش میکنن، بر کوه بلندی خیمه میزنه و هرچی منافقین در مدینه صدا میزنه بیای بیرون پیش من، طرفداران من بیاد پیش من. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند اگر من زنده بودم از امتم دفاع میکنم، اما اگر در زمانی غیر از زمان من ظهور کرده این اوصافشه. در روایات وارد شده که از خراسان ایران یا از اصفهان خارج 70,000 یهود اصفهان همراهشن، بیشتر طرفدارانش یهودن و سرمایه‌داران و زنها. سرزمین شام سرزمین محشره. دجال بزرگ آخرالزمان در شام کشته میشه به دست عیسی مسیح. عیسی مسیح در حالی که 2 تا دستش بر 2 تا بال فرشتگانه میاد پایین کنار مناره البیضا، مناره سفید در دمشق، شرقی دمشق. پس تنها کسی که پیغمبری که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله به زمین میاد عیسی مسیحه. یک بار دیگه خداوند بهش اجازه میده بیاد روی زمین و اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، شهاده به اسلام میده. دومین کار در ملأ عام صلیب و خرد میکنه. ای دروغگوها، ای مسیحی ها، ای صلیبی ها، دین اسلامه. چون مسیحی ها گفتن ما عیسی رو کشتیم به دار کشیدیم، خداوند میگه اینا دروغ میگن. و ما قتلوه یقینا انی متوفیک و رافعک الیه، من تو رو قبض روح کردم و بلند کردم به آسمان. دشمنان عیسی مسیح رفتن که عیسی مسیح رو بکشن، به قتل برسانن. خداوند اونو قبض روح کرد و شبه صورت عیسی مسیح رو انداخت تو کسی که کار دستش بود، خنجر، تو صورت یکی از اونایی که جز قاتلین بود. و وقتی مسیحی ها رسیدن دیدن که چه؟ عیسی داخل، گفت من عیسی نیستم. گفتن نه صورتت عیسی است دیگه. و بعد دنبال میکنه مسیح دجالو تا پیداش میکنه، دستگیرش میکنه. کجا؟ نزد باب لد در فلسطین، سرزمین شام. دجالو دستگیر میکنه و همونجا به قتل میرسه. بزرگترین فتنه هم از اونجا خاموش میشه اون فتنه.